سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو. اسمم مهشده. امروز قراره بهتون یاد بدیم که عکس مورد نظر یا عکسی که می‌خواید چجوری اول ویدیو بذارید یا همون تامنیل ویدیو بذارید. راستومه ویدیو آموزشی دیگه هم داریم که اینجا نمایش شده میشه، اگه دوست داشتید حتما ببینید. بریم برای دیدن ویدیو. برای گوشی برنامه یوتیوب استودیو رو دانلود میکنیم، واردش میشیم. من اکانتم از قبل لاگین کردم، شما باید لاگین کنیم. مثلا من میخوام تامنیل این ویدیو رو عوض کنم، روش کلیک میکنم، خودکار رو میزنم، روی عکس کلیک میکنم، چنج رو میزنم، حالا عکس مورد نظر رو انتخاب میکنم، سلکت رو میزنم، سیو رو میزنم و اولین کسی که بخواد وارد ویدیو شه این عکس رو میبینه. ولی اگه این گزینه براتون در دسترس نبود، یعنی اینکه شما اکانت یوتیوبتون رو وریفای نکردید که اونم در ادامه بهتون یاد میدم. خب آقا، وارد کروم میشید، یوتیوب رو وا میکنید، یوتیوب استودیو. مثلا شما میخواید این ویدیو رو مثلا تامنیلش رو عوض کنید دور همون ویدیو. روی گزینه خودکار میزنید، اینجا روی این گزینه میزنید چنج و حالا فایلی که میخواید، مثلا یکی همین فایل رو انتخاب میکنید و اوپن رو میزنید و سیو رو میزنید و این تامنیلتون عوض میشه. وارد کروم میشید، یوتیوب وریفیکیشن رو سرچ میکنید، وارد یوتیوب وریفای میشید، همچین چیزی رو براتون میاره، youtube.com/verify. اگه وریفای شده باشه هم چیزی رو میاره، اگه وریفای نشده باشه که همچین چیزی رو میاره. خب آقا، اگرم وریفای نشده بود وارد همون سایت میشید، کشورتون ایران رو انتخاب میکنید، شمارتون رو میزنید، حالا ازتون میخواد یا اینکه براتون بخونه یا اینکه بهتون SMS بده. اگه حالا یک کدومش رو انتخاب میکنید و یا براتون میخونه یا بهتون SMS میده، اون کد وارد میکنید و کانالتون وریفای میشه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگر این ویدیو دوست دارید برام کامنت بذارید تا که این ویدیو بیشتر براتون بذارم. لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو آل بذارید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتیم با خبر شید. کامنت انگلیسی بذارید که حسابتون نریزه. و فعلا تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.